زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشمها افسون مریز. یاد کن از آتش روز معاد، جلوه گیسو مره در دست باد. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، کودک نیستی بزرگ شدی. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهر من این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسبان و رنگارنگ چیست؟ خواهرم این قدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن. خواهرم ای عاشق دین مبین، یک نظر ازواج پیغمبر ببین، یک لحظه ازواج پیغمبر نگاه بکن. متاسفانه امروز این مسائل نیست سروران عزیز. جوانان را بگذار به جای خودش که امروز پیرزنها برداشتن. آی مردم این بدبختی را به کجا ببرید؟ قدیم شنیدیم اون عشق پیری گر به جنبش سر به شیدایی زند، ولی امروز دیدیم پیرزنی که بالاخره آفتاب عمرش بر لب بام رسیده و برف پیری سراسر وجودش را فرا گرفته، میاد آرایش میکنه خودش را. لب و دهانی که امتدادش از مشرق تا مغرب صورتش رو گرفته، میاد اونها رو ماتیک میزنه. چشمان از حلق بیرون آمدهش تا مداد چشم میکنه. پشت چشمانشون مثل چشمان بلا نسبت قورباغه سد میکنه.